الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خداوند تبارک و تعالی را بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم خاطر همه نعمت‌های خوب و مفید و توفیقات ارزشمند و ارزشترین توفیقات الهی، توفیق هدایت به دین مبین اسلام، و از اینکه امروز هم در آغاز روز جدید توفیق حضور در نماز صبح با جماعت در خانه خدا نصیبمون شده. باز هم خداوند رو بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم که همیشه خواهان عبودیت و بندگی خدا باشیم و نیت هامون رو تصحیح بکنیم، همیشه تجدید بکنیم و قصد خیر بکنیم به خودمون، به خانواده، به جامعه، تا همیشه خیر سر راهمون سبز بشه. اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد. خدایا اگر تو بخوای چیزی رو ببخشید کسی نمیتونه مانع بشه، و اگر قرار باشه تو نبخشید و مانع بشید هیچ کسی نمیتونه ببخشید. بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. خیر در دست خودته، تو بر هر چیزی قادر و توانا هستید. ما خواهان خیر هستیم، خواهان عبودیت و بندگی شما هستیم، خواهان خدمت به دینت و کتابت و سنت پیامبر عظیم و شأنت صلی الله علیه وسلم و خدمت به خلقت هستیم. ما را به عنوان یک سرباز بدون مرخصی، همیشه آماده به خدمت، فداکار، مطیع و مفید در جمع بندگان صالح و مصلح بپذیر. ولا ینفع ذا الجد منک الجد. و ما اعتقاد داریم، باورمونه که هیچ صاحب قدرتی در مقابل قدرت تو مقاوم نیست، پایدار نیست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمین. این آیاتی که تلاوت شد بسیار راهنما و راهگشاست. خداوند در ابتدای این آیات می‌فرمایند به تأکید کسانی که گفتن رب ما الله است، سپس بر این اعتراف و این مقوله استقامت کردن، پافشاری کردن، صبوری کردن. علما میگن هدایت دو تا هدایت به راه و هدایت در راه. الهدایت الی الطریق و الهدایت فی الطریق. کافی نیست که راهو بشناسید، کافی نیست که خدا را بشناسید، باید در راه خدا هم حرکت بکنید. پس اگر که معرفت و شناخت باشد، استقامت نباشد، کارساز نیست. صبر، 3 تا صبر هست و پاداش صابرین هم به غیر حساب هست. انما یوفی الصابرون اجرهم به غیر حساب. یکی از پاداش هایی که بی‌نظیر هست و بدون حساب هست پاداش صبر هست، و صبر هم 3 تا صبر هست. صبر بر طاعت خدا بهش میگن استقامت، و صبر از معصیت خدا، و صبر بر امتحان خدا.
و ابتلای خدا و آزمایش های زندگی. اگر تو این 3 صبر موفق بشید، پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند الصلاة نور و الصبر ضیاء. دیگه نماز نوره، اما صبر روشناییه، درخشندگیه. این 3 استقامت هر 3 لازم هست. در رمضان خدا توفیق عنایت فرمودن هر کسی به اندازه استقامتش در نماز عید جایزه میگیره. یک نفر یه جایزه میگیره، یه نفر 100 تا جایزه میگیره. جوجه ها رو آخر پاییز میشمارن. هممون وارد رمضان شدیم، رمضان بر ما وارد شد، از رمضان خارج میشیم. رمضان با ما خداحافظی کرد و وداع کرد، ولی در پایان رمضان که منجر به عید میشه جوایز فرق میکنه. همه ما مسلمان بودیم، همه ما با هم رمضان رو استقبال کردیم، همه ما با هم رمضان رو سپری کردیم، ولی تو اجر و پاداش و هدایا و جوایز همه ما متفاوتیم. بعضی از ما فقط تشنگی و گرسنگی و شب بیداری کشیدن، بیخوابی. بعضی در روز رمضان روزه خواری کردن، روزه نگرفتن اصلا. بعضی خطرناکتر از اونایی که روزه خواری کردن روزه گرفتن، اما روزه خواری از نوع دیگه میکردن، غیبت میکردن، مسخره میکردن، بهتان میزدن، کارهای بد انجام میدادن، پرخاشگر بودن، کم طاقت بودن. اینا ظاهر قضیه که روزه بودن. حالا اونی که روزه نگرفته در روز رمضان روزه خواری کرده، خب همه تعجب میکنن، مرد بزرگ تو کوچه خیابان داره روزه خواری میکنه. تو کشور خودمون که دیگه حدث ولا حرج، یعنی تو کلان شهرها که فکر نمی‌کنید توی کشور اسلامی هستید، دیگه بی‌پروا. درست مسافر حق داره که اگه سفرش مباح باشه، سفر معصیت نباشه، سفر مباح باشه، مسافت قابل توجهی باشه، این رخصت هدیه خداوندیه که روزشو بخوره، اما نه در ملأ عام، نه با گستاخی، نه با بی‌پروایی، تو خلوت خودش، تو ماشین پرده ماشینشو بکشه، نه در انظار عام حتی حکمت بکنه. پس هر کسی خودشو بهتر میشناسه. ولی الانسان علی نفسه بصیره ولو القی معاذیره. انسان بر خودش آگاهه. 2 نفر اسرار درونی ما رو میدونن، همه اسرار ما رو میدونن. 2 نفر سوم نیست. میگم اسرار، چیزی که تو دلته، تو فکرته، تو خلوتته، تو ضمیرته. یکی رب العالمینی که آگاه به اسرار هست، همونطوری که آشکار میدونه، باطن هم میدونه. نسبت به خداوند شب و روز نداره. روز روزه و شب هم روزه. در علم خداوند گذشته و حال و آینده هر 3 یک نواخته. خداوند بسیار شنواست. صدای پای مورچه روی سنگ صاف در ته دره میشنوه. سمیعه. خداوند بصیر هست. مورچه سیاه، مورچه کوچک سیاه در شب تاریک روی سنگ سیاه در ته دره میبینه. و خداوند علمش احاطه کرده به همه چیز. قد احاط به کل شیء علما،
کسی از علم خدا خارج نیست، از آگاهی خدا، از اطلاع خدا، از دید خدا، از سمع خدا خارج نیست. اطلاع و آگاهی کامل و نظارت کامل بر کل دنیا و موجوداتش داره. پس خدا رو نمیشه فریب داد. یه وقتایی فکر میکنیم خدا رو داریم فریب میدیم، در حقیقت خودمون رو داریم فریب میدیم. ما اگر 99 اسم خداوند رو مطالعه بکنیم، بررسی بکنیم، معانیشو بفهمیم، به محتواش عمل بکنیم، پیاماشو دریافت بکنیم، اصلا زندگی ما از این رو به رو میشه. یک بنده ربانی خواهید شد در روی زمین. دومین نوع صبر از معصیت خداست. صبر بر طاعت میکنید، صبر از معصیت نمیکنید، معصیت طاعتهای تو رو خنثی میکنه. پس هر دو تا صبر لازمه. صبر بر طاعت خدا، چون کار یک روز و 2 روز نیست. و خود ربک حتی یأتیک الیقین، خدا رو بندگی کن تا اینکه یقین سراغت بیاد. یقین موحدینه. یقین اینجا به معنی مرگه، نه اینکه عبادت کن هر وقتی به یقین رسیدی دیگه لازم نیست عبادت بکنید. خلاص دیگه من به یقین رسیدم. یقین یعنی مرگ سراغت بیاد، دست از عبودیت و بندگی نکش. اما صبر سوم صبر بر فراز و نشیب زندگی است، بر سرما و گرمای زندگی، بر خوشی و ناخوشی، هم خوشی دنیا و هم ناخوشی دنیا. هر دوتا جزء زندگی ما و شماست. واقعیت‌های زندگی ما و شما 2 چیزه، یکی خوشی هاست، موفقیت هاست، و یکی ناخوشی ها و ناکامی ها و مصیبت ها و گرفتاری ها و بیماری ها و سختی ها و دشواری ها. هر دوتا جزء زندگی است. اگر ما درست نگاه بکنیم، مرگ هم جزء زندگی است، هیچ کسی هم مستثنا نیست. بیماری جزء زندگی است، نباید ناراحت بشیم وقتی بیمار بشیم. یه وقتایی نوسانی میاد پیش، تو سلامتی، تو رزق و روزی. یه وقتی مالداری، یه وقتی ورشکست میشید، یه وقتی سالمید، یه وقتی مریض میشید، عزیزی تو زندگیت از دست میدید. اینا همه جزء زندگی است. حتی وجود مخالف هم جزء زندگی است. این که همه طرفدارت باشن، چهچه و بهبد برات بزنن، این دور از واقعیت هاست. وجود مخالف جزء زندگی است. و ما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین. خداوند به پیامبرش میگه اگر تو حریص هم باشید بیشترین مردم مؤمن نمیشن، ولی تو وظیفتو انجام بده. ما علی الرسول الا البلاغ. پس قرار نشده همه موافق ما باشن، همه برای چهچه و بهبه بزنن. یه وقتی دیگه همه تعریفت میکنن باید بترسی. اگه هیچ امتحانی تو زندگیت پیش نیاد باید بترسی، چون محاله که شما بر حق و حقیقت باشید، مخالف نداشته باشید، مشکل تو زندگیت پیش نیاد. خدا امتحانت نکنه، هر که بامش بیش برفش بیش. اگر همه برات چهچه و بهبه میزنن، پس میخوای همه رو راضی بکنید. خیلی وقتا باید از حق ششپوشی بکنید تا خیلی ها راضی بشن. نمیشه که همچون چیزی، با عقاید ما تناقض داره. اونهایی که میخوان مردم رو راضی بکنن در حالی که خدا خشمگین میشه، خداوند همه اون مردم رو بر علیهش میکنه.